120 ثانیه با ایمیل ها. آخرین 120 ثانیه با ایمیل های سال 90 رو با تشکر از دوست گرامی پیک شادی روحام متین آغاز می‌کنیم. ضمن خدمتتون بگم که چشم کلیپی رو هم که خواسته بودید حتما ارسال می‌کنیم براتون. دوست عزیزی که با نام آلفا بتا برامون ایمیل زدید، خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستین. پیشنهادتون رو هم دادیم به قسمت مربوطه که بررسی بکنم و در صورت امکان به اجرا بگذارم. تشکر می‌کنم از یاران و پشتیبانان پیک شادی: علی نژادی، دی، علیرضا افشارچی، مسلم بسیار عزیز، کریم مرادی، جواد جمشیدی، مرادسان، تریپل وی، رسول امین، مجید ساعتی، حمزه آذرک، سولی و ابوالفضل اخباری عزیز. فریبرز ممتحن بازم عکس از کنفرانس دیداری اسلامی رژیم فرستاده و با این عکس‌ها سوالی که مطرح میشه اینه که اگه اینا بخوان کنفرانس خواب بذارن چه کار میکنن؟ احمد آباد چند تا از جملات قصار ملا حسنی رو فرستاده که حتما در فرصتی ازش استفاده خواهیم کرد. دوست گرامی رها نکاتی رو در مورد آخوند محمد خاتمی نوشتن که بسیار جالب هست و ایشون نوشتن که اینها مظاهر ورشکسته ریاکاری و حقه‌بازی تو رژیم آخوندی هستند. قطعا به شکل طنز هم در فرصت‌های مناسب میتونیم بهشون بپردازیم. مهدی از ورامین: خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه پیک شادی هستید. طنزایی که فرستاده بودی عالی بود. امیدواریم که باز هم برامون از این قطعات طنز ارسال بکنید. دوست گرامی ساناز در مورد ترانه‌های طنز روی چشم برای برنامه‌های عید حتما به تعداد کافی ترانه‌های طنز در نظر می‌گیریم. سایر پیشنهاداتی رو هم که در مورد طنزهای عید داده بودیم در حد امکان انجام میدیم. همینجا از فرصت استفاده بکنم از همه شما دوستانی که ذوق طنز دارین خواهش می‌کنم که به مناسبت نوروز ترانه‌ها و اشعار و قطعات طنز خودتون رو برای آدرس ایمیل پیک شادی یا فیسبوک پیک شادی بفرستید تا به شکلی مورد استفاده قرار بدین و اگر امکانش بود خودش رو عیناً پخش بکنید.